خب دوستان سلام خدمت شماها. من مریم پروین هستم. توی این کانال خاطره و داستان تعریف میکنم، خاطره و داستان خودم و ارسالی شما بزرگواران رو هم خودم میگم، هم دعوت میکنم که دوستان خوبم میان تعریف بکنن، هم حضوری هم اگر غیر از مکانی که داریم در اختیار داریم بخوام تو فضای آزادم برم میرم با من هماهنگ کنم و خاطره و داستانشون رو بارگذاری میکنم. امروز هم در خدمت یه مهربانو شیرین بزرگوار که یوتیوب هم چیه شیرین بانو اسم کانالشه، در خدمتش هستیم. بانوی بسیار فعال بزرگواریم و میخواد سنت ها رو در یوتیوب بارگذاری کنه. سنت مازندران آمل، درسته؟ بله. آره. ولی خب ازش خواستیم که یه برش از زندگیشو هر جا رو که حالا ما گفتیم یه کمی سلامت بشیم، کمی میشد مثلا یه برشی از قسمت شاد زندگی تو بگی. آره یه قسمت شاد رو به شما میگم که حالا به نظر من شاد بود. هر وقت اون خاطره یادم میفته خندم میگیره. من شیرین توسلی هستم و تو اینستا هم فعالیت دارم، پیج دارم و تو یوتیوب تقریبا الان 4 ماه فعالیت دارم. بعد موضوع اصلی که تو این کانال ها فعالیت میکنم ترویج زندگی روستاییه. به نظر من روستایی باید تولید کننده باشه، نه مصرفگرا. همونطور که از گذشته های ما چیزایی به یادمون هست نه چندان دور، تو روستایی که زندگی میکردیم گاو، گوسفند، مرغ، جوجه، هر چیزی که موجود زنده بود قابل استفاده بود برای روستایی، سبزیجات خودشون تولید میکردن. منظور پیجی که تشکیل دادم ترویج زندگی روستایی. حالا بریم سر موضوع اصلی که خاطرات. بله، من یه خاطرات از دوران نامزدیم برای شما میگم. من تقریبا 17 سالم بود که نامزد کردم با آقای یوسف زاده. بعد یه روز تو اون روستایی به نام درکوپه که محل زندگی ما، البته یه وقتایی که موقع زمین کشاورزی بود اونجا میرفتیم، موقعی که مثلا محصل داشتیم حالا کار نبود می اومدیم تو شهر. خدا پدر مادر همه رو بیامرزه. پدر منم مجردی محمد توسلی بود که محل زندگی ما اونجا بود. منظور این موقع که نامزد کردم البته پدر تو قید حیات نبود، فوت شد. بعد با مادر و بچه ها بودیم. یه روز دیدم آقای یوسف زاده با خوشحالی اومد و میگه که بیا بریم تو روستای همجوار روستای ما که آقای یوسف زاده با اونا رفیق بود، بیایم بریم عروسی. من خوشحال شدم و بعد لباس و اینور اونور رو رفتیم عروسی. و اون وقت عروسی ها تو خونه برگزار میشد. مثلا حالا هر اتاقی که داشتن 2 تا اتاق 3 تا اتاق بود، خانم‌ها تو یه جا بودن، آقایون هم حالا همسایه های خوبی که داشتیم انشالله هم الان هم داریم، همیشه این رابطه های گرم باشه، صمیمی باشه تو روستا. آقایون میرفتن توی یه منزل دیگه که خانم‌ها راحت تر باشن. بعد یه تشت بزرگی هم می آوردن. یکی از خانم‌ها که تشت قشنگی میزد با اون دستای کار کرده و بسیار دوست داشتنیش شروع به تشت زدن میکرد و یه سری هم میرقصیدن. ما هم تو اون فضای گرم آقا جو گرفت و نشستیم دست زدیم، حالا رقصیدیم خیلی خوب. بعد نهار آوردن، جای شما خالی. سفره‌های دیگه مثل الان سفره‌های نایلونی نبود، یا سفرهش مثل خانم پروین سفره‌هایی که میذاره سفره‌های پارچه‌ای بود. بسیار رسومات خوبی بود. به نظر من یکی از خاصیت‌ها خوبیاش این بود که تولید زباله نمیشد. بعد اون سفره‌ها رو آوردن گذاشتن و بعد نهار حالا مثل الانم 3 جور 4 جور غذا نبود که مثلا بیارن بریزن و بریز بپاش کنن. یه برنامه‌ریزی خاصی داشتن کلا اون وقت عروسی‌ها. احتمال زیاد بزرگترایی که الان داخل گروه هستن یادشونه. بعد آوردم از اون یه غذای خوشمزه‌ای، جای شما باقال تو پیجم هر وقت اینو میگم شم دل نوه. سفره کنار سفره صمیمیت و صفای خاصی بود. نشستیم و نهار رو خوردیم و بازم دوباره به زن بکوب و این ور شد تقریبا ساعت 2-3 بعد از ظهر. بعد هم در همین حین که دور خانم‌ها دور هم نشسته بودیم و حالا منم حالت دیگه با اونا رفیق شده بودم،
بعد دیدم یکی اومد میگه خانم یوسف زاده شما رو بیرون کار دارن تو جمع، حالا نمیدونی این خانم یوسف زاده کیه. بعد میره طرف خودش میره، منم اونجا نشستم اصلا به روی خودم نمیاد که خانم یوسف زاده، اصلا به نظرم نمیومد که من یوسف زاده هستم، خانم یوسف زاده هستم. بعد دوباره 10 دقیقه گذشت و آره من میشنیدم این صدا رو، اصلا نمیدونستم که من مد نظرشون من هستم. بعد دیدم دوباره اومد میگه خانم یوسف زاده تو جمع میگه اعلام میکنه، این خانم بیچاره دوباره رفت. باز من نگاه کردم و 4 نفر دیگه نگاه کردن، یکی 2 تا منو نگاه کردن، مثلا 4 تا غریبه نشستم به غریبا نگاه کردم، منم دیگه بازم به روی خودم نیاوردم. بعد 10 دقیقه 15 دقیقه گذشت و بعد من متوجه شدم که صدای آقای یوسف زاده پایین تو حیاط میاد، میگه خانم من اومد اینجا، من خودم با هم اومدیم. بعد من با هم اومدیم واسه نهار، از صبح اومدیم. تازه به نظر این صدای آقا لطف الله است. بعد من دیگه این جمع رو نگاه نکردم، سرمو انداختم پایین و رفتم بیرون. گفت خانم حسابی چرا بیرون نمیایی؟ بعد تو راهی، حالا اون وقت ماشین نداشت، پیاده از اون روستا همینجور قدم زنان اومدیم به سمت جاده اصلی و همینطور این خاطره به نظرمون موند و همینجور واسش تعریف کردم و گفتیم و خندیدیم. حالا ببین خود چرا مثلا اسم کوچیکتون نگفت، فامیلیتون نگفت؟ من چه میدونم، چون تازه عقد کرده بودیم. آقای یوسف زاده یه افتخار بود که اینجا بیان صدا بزنن بگن خانم یوسف زاده رو بگیم بیاین. آره این یه خاطره از دوران نامزدی ما بود. جالب بود. خواهش می‌کنم. واقعا دست درد نکنه، چون ما همینجور کانالمون مثلا فیلم‌های مختلف می‌ذاریم، خاطرات شاد و این یکی هم جالب بود. در صورت الانم که خب شیرین جان، من شما بزرگوار شیرین بانو سرچ کنن دیگه کانال شما میاد دیگه. من لینکشو آره مرسی، شما محبت میکنید و امیدوارم که حمایت بکنید، هم ایشونو هم منو، و کانالمون رو سابسکرایب کنید، به دیگران معرفی کنید. حالا اگرم بازم خاطره دیگه هست چون فرصت هست، حالا خاطره دیگه که الان مد نظرم نیست، انشالله یه خاطره قشنگتر از این، چون ما خیلی زیاد به نظر من ملت ما احتیاج به شادی دارن. یه خاطره خوش دیگه هم حالا به نظرم اومد، یه روز میام برای شما در خدمت شما هستم. من اتفاقا حالا اینجا من اول قصد داشتم، خیلی دوست داشتم اسم کانالم رو بذارم داستان افراد با نام و بینام و گمنام. یعنی خب ما معمولا میریم مثلا پیجایی که افراد مشهور هستن رو نگاه میکنیم و یا داستان زندگی افراد مشهور. خود منم خب خیلی مثلا وقت داشته باشم میرم گوش میدم، خب برام جالبه که افراد مشهور یا توانمند یا مثلا فعالان اجتماعی سبک زندگیشون چجوری بود، ولی ما خیلی افراد داریم که زندگیشون میتونست عبرت آموز باشه، زندگیشون جذابه و دوست دارن زندگیشون رو بگم ولی فضا ندارن. به خاطر همین من گفتم من یک کار تو درسته هم توی یوتیوب یک فضایی باشه برای اینکه ما افرادی که حساب بینام هستیم، گمنام هستیم، شما بزرگواری اینجا باشیم. به خاطر همین ممنون میشم سابسکرایب کنید و کانال ما رو به دیگران معرفی کنید بر یکی شما. و خیلی هم ممنون از شیرین. قربون شما برم، ممنون، سلامت باشی، بزرگواری شما. اون رسم رسوما و غذای خوشمزه که درست میکنه. خواهش میکنم، بزرگوار. شما هم دیگه من